رفت کوچه تنتانه گوش کن و ببین و پندانه. علی دیجی برنفرقه داستان گولاخ فوری اشمر خواهدی اینجا علاقمند ورزش فوری یکی که هیکلش قشنگ توی مجله عکس آرنولد شوارزنگر میخواد شبیه اون در خیال خودش هیکلش مثل اون خلاصه تجهیزات تهیه زور نداره راهش با میله خالی در منزل و اشتباه نمیشه تازه فیگورم بیاد چی آخر هیچ ساعت 5 خودش جوگیره بیا بچه مردم که وزن نداره یک گناه بستنی دست نکن تو چش کور شد بیار پایی بچه بدرسیم تصمیم به تغذیه مناسب غلط فسفود چرت پرت فیگور بیا فقط شکمش گنده بیا تا اینکه یه تصمیم بدتر سرم خیلی مجازیه بلیم دارویز میگم هیکلم بقید گولاخ مجلس میام فرمان کلی هزینه غرد چرت پرت فیگور بینه چی میخوای بشه بیا یه برش گنده یه برش بشه سلام خیلی مجازی دارویز میگم هیکلم غارد بذاره بیرون وقت گنده بشم آخه بدون زحمت نمیشه بیا هی بخواد به خوردن علوه نمیشه هیکل نمیشه یه برش تیره شده خارت دستش در سلام خیلی مجازی نشد کلمن که هیچی من رو تانکر بزن هیکلم این هم هرمون گوریل جب بی عقلی نظر هیچ آوازه میخونه آدم ورزش بره گولاخ شده فوری نمیشه با قرص آبون خوبی و خوشی خودشو بدبخت بگره برش